8 مارچ روز تجدید پیمان همبستگی ما زنان جهان هست. بیایید امروز هم با همدیگه خود تجدید پیمان می کنیم تا برای عدالت، برابری و اعاده حقوقمان بیستیم، در کنار همدیگر باشیم، با امید روزی که هیچ زن به خاطر جنس زن بودن مورد تحقیر، تجاوز، خشونت و تبعیض قرار نگیرد، با امید جهانی که آری از همه این کدورت ها باشه، با امید افغانستانی که همه زنان بتانند با سرفرازی، با رعایت احترام و حقوق انسانی و بشریشان در کنار مردان سرزمین برای آبادانی سرزمین خود از حقوق و امتیازات مساوی بهره مند باشند. این روزه یک بار دیگر بر همتان خجسته باد میگم.